میبینی اون بالا مقبره محمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان. سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال خودتان. آمدید با یک ویدیو ریاکشنی جدید از وطن پایتن. هلو، خوش آمدید با یک ویدیو دیگه. امیدوارم خوشتان بیاد. ما ندیدیم، میخوایم با هم ببینیم. یا بریم ویدیو رو ببینیم، خودتان متوجه میشین که ویدیو توسط چی کسی گرفته شده. Let's go. سلام علیکم، چطور شما؟ خب دوستان عزیز، سر صبح 5 صبح چطوری شما؟ ما داریم میریم به سمت دره پنجشیر. ولاگ رو تا آخر دنبال کنین، سابسکرایب ما یوتیوب چنل یادتون نره. نمیتونم با انرژی صحبت کنم، ملت خوابه اینجا. اوه دارن زنگ میزنن بچه ها. لال محمد پنجشیر. آلالا اومدم خلاص. فکر کنم داوطلب باشن. سرده. در هتل است. چطور قشنگ چیز کردم، مردم ها رو نگاه کن چقدر مردم اینجا زیاده. یعنی منظورم اینه که بیدارن. هتل اسپنزر. سلام علیکم، بخیر، خوبه، سلامته. خب دوستان، آپارتمان رنگی داریم به سمت پنجشیر میریم با دوستان. وای مرکز در افغانستان، کابل افغانستان. کابل ماشاءالله چقدر ایرانیه ولی حرف میزنه بیشتر لهجهش تهراتی ها میخوانه. فهمی از چیز است، از به سمت شمال افغانستان در حرکتیم، به سمت پنجشیر. از کابل به سمت مرز است، بلوچ است. بله اینا ساختمان های بزرگ. برکی چه موزیک پلی هست ماشین؟ خب دوستان، اینجا سمبوسرها خیلی مشهوری داره. کلا اینجا لاین سمبوسره. الان هم 7 صبح همه سمبوسه میخورن. همه سمبوسه میخورن. خب اومدیم بنزین بزنیم. بنزین نیست، گازه. نمیفهمی، نمیبینی اصلا این گازه؟ نترکه به خدا. نمی آرزو داریم میخوام کل جهان شما رو بگردونیم. خب دوستان، گاز زدیم 1500 افغانی، یعنی 1,500,000 که این پر بشه بریم پنجشیر بیایم. خب دوستان، بارون گرفت تو مسیر. اینجا کجا کلغان؟ یک دقیقه 1500 افغانی را گاز دادن، درست است؟ یا این نفر میگه که 1,500,000 نه؟ دقیقا 5 میلیون تومن. 5 میلیون تومن دیگه نه، 1 میلیونت میشه 1800 افغانی. این اصلا یک رقم قاطی پاتی میکنه از پیش ما. 1 میلیونش میشه 1800 افغانی. اشتباه گفت. قره‌باغ شمالی دوستان رسیدیم. دیم پا پنجشیر. سلام علیکم، چطور شما؟ خب دوستان عزیز، ماشینمون یکم مشکوک داره. ببینیم چجوریه، داریم درستش میکنیم، دلجم بشیم بریم. تا الان نزدیک 20 تا چک پست رد کردیم. جلو هنوز خطرناکترینش هست. اینا دارن حرف میزنیم ما که خیلی مثلا مسیر خطرناکه و گیر میدن که از کجا اومدی، چرا اومدی، کلا میپرسن. ما ریسک کردیم بریم با هم ببینیم چه خبره. انشالله که خیر. بریم 99% نوسانی همش توییتا و همشون کرولا هستن دوستان. خب اینجا یه جاییه که مثلا دره ماننده.
ایگیره نک. خب دوستان اینم دره متخ. پول پول متک. بریم. پول متک شومی. چنده؟ یکی بگی میره صبونه میخوری یا نه؟ خب اینا بگیر پنیر جلو میگیرین دیگه نون نمیگیری. چنده؟ زیاد نیست؟ 3 دانه 2 دانه بده که باید نان بخوره. خب نان الان کجا میخوری؟ نه پنشیر میره بگی لولو تو. کچالو نداره؟ نه 2 دانه بس است. اینو بده بهش. باوجا پنیر دلمون نمیشه من لولو چندی؟ 50 بود. یک دهی بده بر. اینجا بیا جلو اینجوری بگیر. خب دوستان این نون مسیر گرفتیم توش کچالو داره به قول یارو سیب زمینی داره نگاه کن. کچالو وای جات خالی. بولانی کچالو نگاه کن چقدر خوشمزه. بسم الله. برو آقا عبدالحمید رو برید جوال سرا اونور میره اینور میره پنشیر. این بر میره دیگه پنشیر. این بالا مرگ جبل سرا. اینجا گوشتا رو نگاه کن دوستان. اینجا مثلا زیاد یخچال چی نیست. اینجوری گوشت و میوه و اینا خونش اینجا. میوه ها همش فرش. اینجا کجا؟ همش نو از باغچه نو. یه روستای خیلی دور افتاده فقط گوشت مرغ نمیبینین زیاد شما. یکی دوتا مرغ میبینین ولی همش گوشت میخورن ماشاءالله. گوساله از اونا گوسفند بره مره میوه ها رو نگاه کن فقط. نه اینجا یک مسئله است به خاطر که مرغ در ایران خیلی مثلا مرغش خوردنش خیلی سخت است نه؟ از اینجا بپرس دیگه گوسفند که باش در جایش. چی داره؟ دره پنشیر. در رای زمین شروعش داریم. این پنج پیران پنشیره. پنج پیران زیارت خب دوستان عزیز اومدیم یکی از پل‌های پنشیر رو بهتون نشون بدیم. بسیار خیلی خوبه. اصلا هوا فضا این کوها رو دوستان نگاه کنید ماشاءالله. دره پنشیر ولایت اردوی ملی ولایت پنشیر. خیلی واو چک لوکس. چرا رو نگاه کن خدای من. بلوچه گفت. خب اینم از دره پنشیر دوستان نگاه کن ماشاءالله. قشنگه. این میگن دره پنشیر. معقوله. اینا پنیرهای محلی دوستان. کاش گردو پنیر. خب دوستان اومدیم دوستان تاواق یه چیزای کل محلی و چیزای خیلی ارگانیک. ارگانیک. سلام علیکم بخیر سلامته. اینجا توت خیلی معروف مال خود این پنیر دوستان محلی. به جلو سلام خاش گردو دور بگی جاد نزدیک نگیری شب بلند. چه خودتای تازه‌ای. چهارمغز است. چهارمغزه؟ چهارمغز. این هم بوتلای اصل است. چهارمغز در ایران چی میگن؟ گردو. خب دوستان اینم تست پنیر. اسم پنیر چیه؟
پنیر میگن؟ پنیر خطاکای 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 پنیر صحیح پنیر دا پاشتو اسم پنیر بس چیه؟ پنیر میگن؟ ایره اشتباه یاد میکنم خطاکای خطاکای پنیر صحیح پنیر دا پاشتو دوستان پنیر اصلا شور نیستن شیرینه روز چاپ آماده کردم میشه اگر والا کی چکا تو پاده نمیخورم ما خریدیم میگو برو خوشمزه خیلی چطور است عالی خیلی مزه بچه‌م کار شد زنگ به تیمو مزه مزه تو عشق تو پنیر کیلو چند در کل این چکیده یک از کوتاه اون میگه اون کتاخه تو میگی این کتاخه نه اینه با ایرانی شما دیگه چیز میگن ما هم چکیده میگی چکیده ببین یکم شور باشه چیه اینه؟ نه یکم شوره؟ شور نیست شور نیست میره تو مخ این شوره ها؟ تو مخ یکم بخور نه با دیگه دولت تا نبگو وارا عراض نگیرم یکم چکیده آره دولت تا بگو که ما رو غرض نگیرن این باقلی چرا اشاره میکنم نمک میفهمم جوری حرف میده انگار ما باقلی ندیدیم بیا بس عجوز بکنم دولت تا بگو که ما رو غرض نگیرن خراسانی ها اونده منطقه خراسانی پنجشیر اینم نون چقدر نون گرفتی چقدر میخوری لال محمد لال سخت محمد میشه دوباره اینجا خیر است. که نوبت نیست تو جواره اینجا دیگه زیاده نون چیزی که زیاده اینجا نونه دوستان کل نانویر میگه بخری گپ نداره عجب هواییه دوستان گربا بیشترش هم توریست اوه خدایا زد نه نه رد شد خوبه نیافتاد زیر این خطرناک چرا این میخواد اینو چی کنه خیرش خالی کن پنجشیر رو بهتون نشون بدیم نگاه کن چقدر خوشگله توی دره پنجشیر که میگن اینه توی دره شهر به این بزرگی این برو زوم کن لال محمد مگه ما رو میذاره اونو زوم کن اونجا اون باغ رو زوم کن ماشاءالله ماشاءالله نگاه کن چقدر اینجا خوشگله خیلی خریجان باشد آره این میدان سودون مرکز پنجشیر است خیلی خوب این ولایته این ولایت خیلی چیزا تفاوته مرکز پنجشیر مرکز پنجشیر ولایت است بازارک چطوره سمی؟ ولایت مرکز چهارراه مقامت مرکز پنجشیر نه گفت ولایت ما میگیم شما نمیفهم چی میگیم دوستا اینجا گفت مرکز چهارراه میگیم. داره فقط چهارراه مقامت خی منظورش همه چیزا میگن خب دوستان اینم از دره پنجشیر نگاه کن چقدر خوشگله ماشاءالله افغانستان جاهای بسیار خوبی داره شما الان میخوام بهتون یه جای خوشگل نشون میدم انگار اصلا چجوری بهتون بگم نگاه کن فضا کوه ابر دریا چمن گاو همه چی هست نگاه کن ماشاءالله ببین اول از همه از ابر شروع میکنیم نگاه ابرا رو بیا پایین باد است بیا اینجا اینو بگیر اینجوری چقدر خوشگله خیلی
همانطور که میبینین شما رو آوردم دره پنشیر. دره پنشیر اصل اینه، واقعا 2 تا دره بزرگ، بینشون شهر، رودخانه خروشانه، سبز هوا عالی. اون پشت سر من که داری میبینی اون بالا مقبره محمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان. اوکی نگاه کنید اینه. جان خاموش کن کلام بجم. من میدونستم این شیطونی میکنه. این گاز نه پنچره، گاز نیست. خب من بهت گفتم بره کار نمیکنه گاز نده. الله تعالی شهر کنه. خوبه اینجا نیومد اینور. این خاکه. چیه؟ الله تعالی شهر کنه. منظور خدا. خب دوستان خدا رو شکر الحمدلله هیچی نشد. بریکش اصلا کار نمیکنه با اون پنچه رفت. چه جای قبر شدن تو بهشت. تو بهشت قبر شدن اینا. جاتون خالی. نگاه کن چقدر خوبه. شکرت که رسیده وقت. این منم، اینم دره پنشیر. مکم بگه خودتا. تانک‌ها رو نگاه کنین دوستان، اینجوری افتادن اینجا. مال روسه. اینجا سیب خیلی زیاده. کلمرغ دم رید کدام دم داره داره. کلمرغ فوش کابلی فوش داری میده. دوستان اومدیم انگور بگیریم. بسیار یک انگور بالاست. بالا هستم. مال کجاه؟ کیلو چند است آقای؟ از کدامش میگی؟ کیلو چند انگور. فهمیدی منظورش چیه؟ حال میده واسه چیز انگورا. این انگورا حال میده واسه چیز. کدوم بدون دانه است؟ حرام. دیگه اینمی پنشیر رقمه که اینمی دره است. میمان است میگه از کشور بالا بیام. عجب انگور. آره سلام علیکم. خوبه؟ این خوشمزه تره. این چنده؟ دانه نداره. این چی نداره؟ اصلی نداره. این خوشمزه تره. انگور پنشیر و خود پنشیر. اینجا رو نگاه کن چقدر جالبه دوستان. وسط کوه اینجا سبزه. پنچر جای بسیار ساقلاتی خوب است. خب دوستان داریم میگردیم. کلاه پیدا نمیشه. یک کلاه شاه عبدالمسعودی بپوشیم. چقدر سرده اینجا. دقیق شماله. بیا اینم هستی. دوستان این قسمت محله زمرده. زمرد و زمرد و خنج. این کوهای همه زمرده. زمرد. اینو پایین کن بابا. حوصله کن. اینا حوصله نمی کنن میرن. خر و گاو و همه با هم. دوستان شما رو آوردم به مرتفع ترین و بلندترین پریان پنشیر آخرین دره پنشیر. پریان پنشیر آخرین دره و بزرگترین دره پنشیر. بازم اینجا رو نگاه کن. تل ابرام. تمام جای آخرین جنگ بین طالبان و مقاومت جبهه مقاومت اینجا بوده دوستان. این همون رودخانه. چقدر سرده. این من فکر کنم داریم طرف میاد.
کجا ما را آوردی لال محمد تو؟ آخر ها؟ پنجشیر اینجا اکسیژن بند شده. اوه اکسیژن بند شده. این رفیق ماه. بله اینا اهل قریه هستن. اهل قریه. بیا برو ماشینو بذار کاپوتو بالا کن سرد بشه. خب دوستان خیلی سرده. چقدر باده نه؟ الان 1 ساعته بعد دوستان 1 ساعت راه داره تا بدخشان. 2 ساعت راه داره تا بدخشان. یخ کده. این یکی رو گرفته که به ما غذا بده. بده به ما. سرده. اینو باز کن. بابا معلوم میشه اینجا کسی چی نمیکنه. اوه سرده. خوبه؟ این ظالمو نگاه کن. سردت نیست؟ موها رو لوکس میکنه. این آب میگه موها رو لوکس میکنه دوستان. یعنی اینقدر این آب چشمه نه؟ اوه ما بریم تو خیمه ببینیم چی داره. کوها رو نگاه کن. اوه هیمالی های دوستان. دستم داره میلرزه. چی داره خیمه؟ خیمه گرمه؟ خب اینم از خیمه. یا خدا خیمه ها رو برای چی استفاده میکنن؟ برای مهمانی رفتن یا چی؟ شاید مال چوپانه باشه. سایتی دوباره گمه. از صورتم مشخصه که خیلی سرده دوستان. یا آبی دا آب معدنی. اوه میگن سر چشمه آب و فلان اینه. سرد ملس وای خدای من. ملس به چه مانه؟ این همه راه اومدیم بالاخره یه جایی دیدیم. آخر افغانستان اینجا دوستان. آی خدا. خیر بینی برادر. الله حافظ. خب دوستان اینم کلی اینجا اسمش هست دوستان شالزور. سرچ کنین شالزور میاره براتون که اینجا چقدر خوبه. نگاه کن ماشاءالله کنین. مثل فیلم داخل فیلم ها. اینجا رو میگن شالزور که نفیل نکنم در ولایت میگه شالزور پنجشیر افغانستان. وای خدای من. نه ایران بلوچستان. میرم ایرانم. خداحافظ نوید. خداحافظ. دسته بده. آفرین. تاتا. خداحافظ خدیجه. خداحافظ. مردم بسیار خوش اخلاق، گریب، همه چی. خیلی خطرناک. بارون هم هست. یک روز من از آدم برآمدم چالوسم راه بره. با خدا بیخی. به برگشت و کنیا رو دنبلان. به این میگن دنبلان؟ چی؟ به اینا چی میگین شما؟ گوسفند؟ به همه گوسفند میگین؟ و چقدر خوبه اینا. خب دوستان سفرمون به پنجشیر تموم شد. ما خروج داریم میشیم. اینجا دیگه خیلی این ور اون وره نشد فیلم بگیرم. خیلی حساسه. آره اینم بگیر. اینم لال محمده. اینم اینه. آخر سفر ما بوده دیگه ولایت پنجشیر خلاص شده. دیگه ولایت پروان میره. خوش شده. من 2 ساعت ما تیر شد همراه. بگو سابسکرایب من یوتیوب چنل یادت نره. بگو فالو کنی. سابسکرایب چینل یوتیوب ما رو فراموش نکنه. سابسکرایب چینل یوتیوب ما رو فالو کنید. ولاگ بعدی فعلا شما رو به یاد خدا میندازیم. خب دوستان سفرمون شروع شد به سمت جلال آباد. خب دوست عزیز ویدیوی پنجشیر رو دیدیم. بله
با هم دیگه دیدیم و مردم افغانستان واقعا یک مردمی هستن مهمان نواز، مهربان، سفرهشان همیشه فهمه. با این که خیلی اتفاق افتاد در ایران و میفتن، ولی بازم اصلا بهشون فکر نمیکنن و همیشه سفرهشان فهمه. و خیلی هم مثلا بلاگرها یا مردم های فیلم میرن در افغانستان، فیلمشون رو میگیرن، چکرهایشون رو میزنن برمیگردن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یا مهمان نوازی را دیگه در حق خارجی ها هموطنان بسیار خوب ادامه میتن و همیشه مهمان نوازی خود را نشان دادن دیگه، چی در کابل چی در اطراف همیشه خدا مثلا از اینا پذیرایی شده، چی از ایرانیاش بوده یا مثلا از دیگه مهمانای خارجی دیگه کشور بوده دیگه. به هر صورتی که هست وطن داریم بسیار زیبا و بسیار طبیعت فوق العاده خوب دیگه. امیدوار هستم که روی خوش رو ببینه از این بعد انشالله. یا دیگه میسپارم ایتان دست خداوند بزرگ. لایک، سابسکرایب، یادتون نره نظراتتون خیلی مهمه. یا تا ویدیو بعد خدایا رو نگهدار. الله نگهدار.